اگر زمانی دعوام شد یه تقه بهمون یاد بده که پیروز میدان باشیم. محمد جان این چه مسخره بازیه؟ از استاد تقه یه حرکت یاد گرفتم که اگر دعوا شد پیروز میدان بشم. تقه کیه؟ استاد تقه ببین به این حالت گارد میگیری، چش تو چش نگاهش میکنی. محمد جان به این حالت گارد میگیریم، چش تو چش. مردی چش گروه نگاهش میکنی. به این حالت اولین ضربه رو تو صورتش، پا میاد جلو، دست روی زمین، دومین حرکت تو صورتش و سومین زیر پاشو خالی میکنی. به این حالت میخوره زمین، میای بالا سرش و بهش میگی زت قولم ملنگی. محمد پا تو صورت، میریم پایین، زپ پاشو خالی میکنی. زتقونم ملنگی. ای خاک بر اون سر فوش چرا میدی؟ اگر پررویی نکرد برگشت بهت گفت خاک پاتم، دستش رو بگی جوانمرد باش، دستش رو بگی آبدونش رو بده بذار بره. پسر خوب این آب نون بگیر و برو کار زندگی پروبازی در نیار. ولی اگه پررویی کرد وایسا بالا سرش، زنگ بزن بچهای نیروی انتظامی و بهش بگو زتقونم ملنگی. مهدی داداش این با کمال پررویی اینجا وایساده هنوز. نمیده بچهای نیروی انتظامی. زتقونم ملنگی دیگه. زهر مار.